اکثر مردا یک جفت کفش رو 4-5 سال میپوشن. شبیه ما خانومان نیستن که کفش سر کارمون از کفش باشگاه و عروسی و مجلسمون مجزاست. اکثر مردا همون کت شلوار شب عروسیشون رو برای عروسی باجناقشون و دوستشون و آشناشون میپوشن. ببین میخوام بگم مردا مثل ما نیستن. مردم منتظر این نیستن که روز مرد بهشون هدیه بدی، سورپرایزشون کنی، گل به پاشون بریزی. اونا فقط میخوان که درکشون کنی. دقیقاً همون لحظه‌ای که جوش آوردن، همون لحظه‌ای که بریدن، همون لحظه‌ای که دویدن تا خواسته من و بچه‌ها رو برآورده کنن و نتونستن. اون لحظه‌ای که انفجاریان بفهمیشون. مردا توقع زیادی ندارن.